اسم محمد مصطفی قاریزاده است. مکتب در لیسه غلام محمد غبار به پایان رساندیم. فعلا در اداره کابل سنتر در شعبه مرکزی به صفت مدیر مسئول اجرای وظیفه می‌کنم. یک مدتی کار میکردم در بخش رجیستریشن مریضا. بعد در اونجا خلاقیت های کاری و توانایی را که بخش ریاست شفاخانه دیدم، الحمدلله باز مرا به صفت مدیر مسئول شفاخانه تعیین ساختم. غالبا سال 2019 بود. برای اولین بار ما به صفت ادمین در اینجا استخدام شدم. امکاناتی که امروز مهیا است در او است، زمانی که ما چند سال قبل می‌خواندیم امکانات وجود نداشت. یا چی از لحاظ شوکی بوده باشه، چی از لحاظ محیط درسی امن بوده باشه، سالم بوده باشه. با آن هم الحمدلله مبارزه بسیار خوبی داشتیم و توانستیم با او اهداف و آرزوهایی که ما تمایل داشتم دسترسی پیدا بکنیم. و یکی از قدرت‌های درونی انسان همانا تعیین هدف است و انسان که بخواهد در مسیر تعالی، رشد و پیشرفت گام برداره، اویی است که باید تعیین هدف گذاری در زندگی داشته باشه. و در این مسیر پر فراز و نشیب با ما برادرایم دوش و دوش همکار بودن و مرا تشویق کردن، حمایت مالی کردن. در زندگی انسان دوست و همنشین خوب و صالح بسیار تاثیرگذار است. انسان را میتونه که از مسیر تاریکی و از مسیر جهالت سوق بده به طرف روشنایی و به طرف نیکبختی. با مطالعه، با تلاش، با اینکه چه رقم بتونم تدریس معیاری را به شاگردا انتقال بدم و شاگردا استفاده اعظم از تدریس ما کرده باشند، همه روز تحقیق میکردم، کتابا را مطالعه میکردم، خود آشنا میساختم با تدریس متناسب. پیام ما برای جوانایی است که بیاین خود را مجهز با علوم عصری بسازند، با تکنولوژی هایی که امروز در دنیا به نمایش گذاشته میشه و امروز عصری است که ما تلاش بکنیم تا اینکه از لحاظ فکری به یک جای برسیم. هرگاه رابطه انسان با خالقش درست بود، میتونه که اهداف و برنامه‌ریزی خود دقیق دنبال بکنه. یک خود را با تکنولوژی عصری آماده بسازه، دوم با مهارت‌های لسانی کشورها آگاهی حاصل بکنه. پلان ما است که ما درس‌های خود تا فوق دکترا انشالله تعقیب بکنم و در این راستا از الله متعال توفیق می‌خوایم انشالله. و تلاش ما بر عزمی است که انشالله یک روزی ما افغانستان داشته باشیم که با دنیا، با فکر و ایدئولوژی و با عصر تکنولوژی که امروز دیگه دنیا به دسترس داره، ما به نمایش بگذاریم و با اونا در مسیر مثبت استفادهش بکنیم و مقایسه بکنیم خود را با دیگران.